سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 8 فوریه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. باقر سپردن 6 تن از یارانش را رد کرد و به مقامات شرط خود را گذاشت. توجه جامعه بین المللی به وضع بحران در بدخشان. مادر بلاگر عبدالرحمن 09 5 روز باز کجاست؟ مقامات چیزی نمیگویند. در دوشنبه ایستگاه اتوبوس را به پارکوفکا تبدیل دادند. ویدیو از جای حادثه. صدمه مرسدس در مرکز دوشنبه. آمار نو کرونا ویروس. باز 4 کس گرفتار شد، 8 نفر شفا یافت. بازداشت یک زن برای قلابی و 2 جوان و 2 نورس برای دزدی. و اکنون تفصیلات خبرها. منابع پایگاه خبری بامداد در خورخ میگویند محمد باقروف یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان که مقامات قدرتی تاجیکستان خود را سپردن دست کم 6 نفر از یاران او را طلب دارند، این پیشنهاد مقامات را رد کرده است و گفته است که هیچگاه راه نخواهد داد که به جای وی دیگران را زندانی کنند. اما گفته است باقر به میان رفت‌ها او خود را به شرط میسپارد و در نزد قانون جواب میگوید که اول شخصان گناهکار در کشتار گلبدین زیوبیکوف، توتیشا امیرشویف و گلنظر مرودبیکوف 3 نفر در حادثه ماه نوامبر سال 2021 کشته شده را پیدا کرده جزا بدهند. بنا به اطلاع دریافتی این معامله چند روز پیش در خورخ در ملاقات وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده با گروهی از خلیفه های بانفوذ بدخشان مطرح شده است. خلیفه ها از وزیر خواستند که در خورخ عملیات نو برا نه اندازد. رحیمزاده گویا پیشنهاد کرده است که اگر باقر خودش را سپاریدنی نیست، پس به جای او بگذار 6 ساکن دیگر بر خورخ را که در جستجو قرار دارند بسپارند. این 6 نفر به تحقیر و زوروری نسبت به نمایندگان دولت در روزهای اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 در شهر خورخ عیبدار می شوند. منابع بامداد میگویند خلیفه و با همین پیشنهاد به پیش باقر آمدند، ولی او این معامله را رد کرده گفته است تنها در صورت به جوابگری کشیدن گناهکاران مرگ گلبدین زیوبیکوف در مورد شرایط تسلیم شدنش وارد مذاکرات خواهد شد. این در حالی است که اخیراً رضا نظرزاده رئیس شهر خورخ از باقر تقاضا کرد که به خاطر تنجی و آرامی خود را اختیاراً به مقامات تفتیشاتی بسپارد و برای لطکوب رئیس اداره معارف ولایت لطفالله نوروزوف جواب دهد. و اما گروه از ساکنان برخورخ، محله‌ای که باقر در آنجا به سر میبرد و یک منطقه اساسی تحت نفوذ او به شمار می رود، در یک مراجعتنامه از مقامات خواستند که از نقشه راه اندازی عملیات حربی برای بازداشت باقر و چند ساکن دیگر این محله دست بکشند. مؤلفان مراجعتنامه گفتند واقعیت حال در بدخشان و از جمله در خورخ نه به گونه‌ای است که مقامات تصویر کردنی می شوند. به عقیده آنها باقر نه جنایتکار بلکه نفری است که به ضد کروپسیا مبارزه میبرد و از مظلومان پشتیبانی میکند. این هم در حالی است که ساکنان خورخ چند روز اخیر منتظر شروع عملیات مخصوص به ضد باقر و طرفدارانش میباشند و به خاطر حمایت از این لیدر غیر رسمی منطقه نوبهداری شبانه روزی تشکیل کردند. ساکنان خورخ میگویند راههایی که به طرف خانه باقر در محله برخورخ میبرند الکی از محله خلیبزاد بسته شدند تا نیروهای ویژه گذشتن نتوانند. بنا به اطلاع دریافتی مقامات از باقر طلب کردند که این 6 ساکن برخورخ را بسپارد: اقنظروف، زکلوبیکوف سینا، سلطانشویف خورشیدشاه، شعبانوف جمشید، ناصرعلیف سفرعلی، شیروف مجنون. یکی از اینا ساکن کوچه قرغزبک و بقیه از کوچه ایجابوفند. خود باقر نیز در همین کوچه ایجابوف زندگی میکند. همزمان بر اساس شکایت سردار اداره معارف ولایت لطفالله نوروزوف به ضد محمد باقروف نیز بر اساس 4 بند کودکس جنایتی با اتهامات چون استفاده زور نسبت به نماینده حاکمیت، تحقیر نماینده حاکمیت، ویران کردن دخل ناپذیری مردم و برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی پرونده جنایتی آغاز کردند. لطفالله نوروزوف ادعا دارد که باقر شب 29 ژانویه به بنای اداره معارف که در محله برخورخ جایگیر شده است و نوروزوف در قبط 4 امین بنا زندگی داشت آمده او را تحقیر و لطکوب و مجبور کرده است که برخورخ را ترک کند. باقر این را رد می کند و میگوید با معلم فقط یک صحبت پدرانه کردم. سازمان های بین المللی حامی حقوق انسان و برخی سیاستمداران غربی
روزهای آخر به وضع پیش آمده در ولایت مختار کوهستان بدخشان، یک منطقه خودمختار در شرق تاجیکستان در مرز با چین و افغانستان و قرقیزستان توجه نشان داده، از مقامات دوشنبه خواستند که به معیارهای حقوق انسان در این منطقه ارج گذارد و از جمله دسترسی ساکنانش به اینترنت را بدون تأخیر و چون و چرا برقرار کرده. به امرالدین علوچویف، یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان را که از روسیه به تاجیکستان آورده شد، امکان دسترسی به ادوکات را فراهم بیاورد. از جمله ائتلاف جامعه شهروندی به ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان و مشارکت بین المللی برای حقوق انسان در یک اظهارات مشترک که 7 فوریه نشر شد، از سرنوشت یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان امرالدین علوچویف اظهار نگرانی کرده گفتند که علوچویف 44 ساله بعد مجبوراً از روسیه آورده شدنش در تاجیکستان میتواند به تهدید واقعی شکنجه، بدرفتاری و دیگر حالتهای پایمال کردن حقوق انسانیش دچار شود. با وجود گزارش‌های زیاد رسانه‌ها درباره غیب زدن علوچویف، مقامات تاجیکستان از 11 ینور تا 2 فوریه سال 2022 درباره بازداشت و کجا بودن او یگان معلومات ندادند. تا زمان تهیه این اظهارات هم درباره کجا بودن علوچویف از جانب کدام نهادها دستگیر شدن او و به چه جنایت‌های عیبدار شدنش یگان معلومات نیست. این هم معلوم نیست که آیا وی به کمک حقوقی دسترسی دارد یا نه، گفته می شود در این بیانیه. حامیان حقوق از مقامات تاجیکستان خواستند که درباره در کجا نگاه داشته شدن و وضع سلامتی این لیدر غیر رسمی بدخشان معلومات داده به او به طور بلافاصله و بی ممانعت امکان دسترسی به ادوکات و علاقه با خویشاوندانش را فراهم بیارند. سازمان دیدبان حقوق انسان نیز روز 7 فوریه در یک اظهارات علیحده از وضع ولایت مختار کوهستان بدخشان اظهار تشویش کرد و از مقامات دوشنبه خواست تا بلافاصله و بدون یگان تأخیر دسترسی ساکنان این منطقه را به اینترنت برقرار کرده پرونده امرالدین علوچویف، یکی از رهبران جوانان زاده بدخشان در روسیه را عادلانه تفتیش کنند. دسترسی به اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان از 25 نوامبر سال 2021 در پی شروع اعتراضها در شهر خاروغ مسدود کرده شد. علوچویف باشد روز 11 ینور در ولایت بلگراد روسیه دستگیر شد و در اول ماه فوریه مقامات تاجیکستان بالاخره تصدیق کردند که او را از روسیه آوردند و به حبس گرفتند. دیدبان حقوق انسان بازداشت علوچویف را به تشکیل اعتراض زادگان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو رفت داده از مقامات تاجیکستان خواسته است که مکان بود و باش او را اعلان و دسترسی آزادانه او به وکیل دفاع را تأمین کنند. هنوز روز 26 ینور پلتفرم یکدلی شهروندی و ائتلاف بین المللی سازمان‌های غیر دولتی از حکومت تاجیکستان خواسته بود تا به حقوق شهروندانش به دسترسی به اطلاعات ارج گذاشته دسترسی به اینترنت را در سراسر ولایت مختار کوهستان بدخشان به طور بلافاصله برقرار کند. خدمات علاقه تاجیکستان اخیراً تصدیق کرد که دسترسی به اینترنت را با سبب‌های امنیتی محدود کردند. ماریوس فوسوم، نماینده منطقوی کمیته هلسینکی نروژ، نیز در توییتر در واکنش به خبر آمادگی‌ها به عملیات ویژه برای بازداشت محمد باقروف، یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان نوشته است: از خاروغ خبرهای تشویش‌آور به دست می‌رسند. مقامات تاجیکستان نباید به خونریزی راه داده وضع به آن هم ناآرام را به هم بزنند. روز 4 فوریه ویولا فون کرامون، وکیل پارلمان اروپا، در مصاحبه با نشریه بریتانیای گاردین در شرح وضع ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان گفت پارلمان اروپا امکان درخواست معلومات درباره حوادث ماه نوامبر در این منطقه را بررسی می‌کند. ویولا فون کرامون که در پارلمان اروپا از آلمان نمایندگی می‌کند گفت ما امکان ارائه معلومات و تهیه قرار پیرامون حادثه‌های ماه نوامبر را بررسی می‌کنیم، چون که پیامدهای این حوادث تا حال احساس می‌شود و مردم در بدخشان از آزادی بیان محروم شدند و خانواده‌های کشته شدگان تا حال عدالت طلب دارند. به عقیده این سیاستمدار ریشه‌های مسائل بدخشان از گذشته دور آب می‌خورند، ولی نظام خودکامه حاکم در تاجیکستان و نبود حکم قانون باعث افزایش تشنج قومی می‌شود. استفاده نیرو بیش از حد و تیرپرانی به سوی اعتراضگران، حتی اگر آنها سنگ هم پرتافته باشند، قابل قبول نیست و سبب افزایش خشونت می شود.
این حوادث باید به طور فوری تحقیق شده آنهایی که از حد وکالت خود بیرون پای گذاشتند باید به جوابگری کشانده شوند. گارجین در مقاله‌اش تحت عنوان ما حقیقت می‌خواهیم خانواده‌های پامیری‌های کشته شده در تاجیکستان در پس منظر افزایش تشنج عدالت می‌طلبند. می‌نویسد که خویشاوندان گلبدین زیوبکوف، توتشا امیرشویف و گلنظر مرودبکوف 3 ساکن بدخشان که ماه نوامبر سال 2021 کشته شدند تا کنون در تلاش نائل شدن به عدالت ناکام ماندند. مؤلف مقاله می‌افزاید حوادث ماه نوامبر سال 2021 تنها مورد فشار به ساکنان بدخشان با مقصد به حکومت مرکزی تاجیکستان مطیع کردن تمام این منطقه نیست. در سال 2012 خاطررسان میکند ژورنالیست انگلیس در منطقه تاجیکستان در جریان یک عملیات ویژه مقامات 10 نفر از ساکنان کشته شدند. شایده محمدجانووا مادر بلاگر تاجیک مقیم آلمان شیرزاد محمدجانوف که با تخلص عبدالرحمن 09 معروف شده است اینک 5 روز باز بی‌درک است. او روز 3 فوریه برای گرفتن تلفنش به شعبچه مبارزه با جنایت‌های متشکلانه اوبابیو ششم عدل در شهر وحدت دعوت شد و با همین غیب زد. عبدالرحمن 09 مطمئن است که مادرش را حبس کردند. مقامات این قضیه را تا حال شرح نمی‌دهند. نزدیکان شایده محمدجانووا روز 7 فوریه با یک نامه به دستگاه پرزیدنت، دادستانی کل و امبودسمن تاجیکستان مراجعت کردند. ایدما محمدجانووا مادر شایده محمدجانووا به رادیوی آزادی گفت از 3 فوریه به این طرف در بدر اداره ها کجا بودن دخترش را سراغ میکند ولی به نتیجه. دامادم گفت که 2 ماه پیش تلفن شایده را یک کارمند ملیسا با نام پرویز گرفته است. به نزد او رفتیم اما وی گفت که به دیگر جای به کار گذشته است. رقم یک کارمند دیگر را دادند. او یکم مرتبه به زنگ ما جواب داد و گفت بعد 20 دقیقه وضعیت را انیق کرده بعد گپ میزنیم. اما دیگر به زنگ‌های ما جواب نداد. نقل کرده است مادر شایده محمدجانووا. طبق قانون در تاجیکستان شهروند را بدون اعلان عیبنامه و صدور حکم دادگاه تنها 72 ساعت میتوانند بازداشت کنند. در این مدت دستگیر شده را باید یا به دادگاه برند یا جواب دهند. این مهلت در مورد شایده محمدجانووا الکی روز 6 فوریه تمام شد ولی تا حال کسی کجا بودن او را به نزدیکانش نمیگوید. نزدیکان این زن خبر تصدیق نشده پیدا کردند که گویا شایده محمدجانووا را به یک بازداشتگاه دوشنبه بردند. آنها حالا تلاش دارند تا توسط ادوکات مکان نگهداری او را معین کنند. خود عبدالرحمن 09 بر این است که مادرش را برای فعالیت‌های او بازداشت کردند. عبدالرحمن 09 با ویدیوهایش به ضد منع حجاب نام برآورده است ولی در چند ویدیوهای اخیرش از طالبان پشتیبانی کرد و حتی گفت آماده است اروپا را ترک کرده به قلمرو امارت اسلامی رژیمی که طالبان در افغانستان اعلام کردند بکوچد. او میگوید پیشا نیز مادرش را به مقامات میلیسا و امنیت دعوت و برای او بازپرسی میکردند اما از ماه‌های گذشته این دعوت‌ها فرقیت کلان داشت. در ماه‌های گذشته گفته بودند که فرزند شما یگان شانس دارد که بیاید جناب عالی او را میبخشد. وقتی همه پلان‌های آنها کار نکرد آنها از تجربه کره شمالی، ترکمنستان، چین و چچنستان استفاده کردند. در این دولت‌ها خویش و تبار را می‌دزدند با امیدی که فرزندانشان خویش و تبارشان فعالیت‌های خود را کم می‌کنند یا اینکه قطع می‌کنند. گفته است عبدالرحمن 09 در صحبت با آزادی. تعقیب خویشاوندان فعالان اپوزیسیون و دیگر اندیشان موضوعی است که مقامات تاجیکستان برای آن پیوسته از سازمان‌های بین المللی حامی حقوق تنقید می‌شوند ولی مقامات جای داشتن کدام معرکه حساب شده تعقیب خویش و تبار منتقدان حکومت را رد می‌کنند و می‌گوید که آنها در تاجیکستان آزادانه کار و زندگی دارند. اما ایدما محمدجانووا با این همه جنبه‌های سیاسی قضیه دخترش کاری ندارد. او تنها می‌خواهد کجا بودن دخترش را معلوم کند و چه گناه دارد. طرفدار بچه‌ش هم نیست. برای مثال طرفدار تنجوی و امانی است. گفته است مادر شایده محمدجانووا. تماشابینان عزیز یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. وزارت تندرستی تاجیکستان شام 7 فوریه خبر داد که در یک شبانه روز آخر در کشور 4 حالت نو گرفتارشوی شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده. در این زمان 8 نفر قبلا به این ویروس گرفتار شده از این بیماری شفا یافتند. روز قبل این وزارت از 3 حالت سرایت به کرونا ویروس یا شفا یافتن
7 بیمار از این مریضی خبر داده بود. به حساب وزارت تندرستی شماره رسمی گرفتار شدگان به این ویروس از آغاز پاندمی تا شام 7 فوریه در تاجیکستان به 17351 نفر رسیده. از این شمار تا امروز 17203 نفر شفا یافتند و 124 نفر متاسفانه فوتیدند. به این ترتیب تا شام 7 فوریه بنا به آمار رسمی همگی 24 نفر گرفتار کرونا ویروس در شرایط خانه و بیمارستان تحت طبابت قرار داشتند. یک هفته پیش شماره بیماران در تاجیکستان حدود 80 نفر گفته میشد. از 21 ینور به این طرف وزارت تندرستی در عموم 256 حالت به کرونا ویروس گرفتار شدن شهروندان را تصدیق کرده است، ولی بسیاری ها بر اینند که شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از آمار رسمی وزارت تندرستی است. رستم سفرов در گروه نگاتیو ای پوزیتیو در فیسبوک ویدیوی کوتاه چگونه روز 8 فوریه در یکی از کوچه های شهر دوشنبه توقف کردن ماشین ها را نشر کرده است. در ویدیو دیده می شود که چند ماشین در این کوچه ایستگاه نقلیات جمعیتی را اشغال کردند و به گونه‌ای که اتوبوس ها امکان ایستادن و گرفتن مسافران را ندارند. همین طور او در ادامه راه نشان می‌دهد که در همین کوچه چندین ماشین دیگر در قطار دوم پارکوفکا کردند. چون این پارکوفکا های بیبند و بار طوری از نوار برمی‌آید اساساً در نزد طربخانه ها از جمله در نزد طربخانه ترکی مروه و قهوه‌خانه راحت به نظر می‌رسد. رستم سفرov نوشته است که این حالت ها روز 8 فوریه در کوچه دوستی خلقا در نزد ایستگاه اتوبوس های رقم 15 25 و 37 و مرشروطکه های رقم 1 2 و 25 مشاهده کرده است. ولی کاربران نوشتند که چنین حالت فقط خاص این کوچه نیست، بلکه تقریبا در همه کوچه و پس کوچه ها و خیابان های شهر دوشنبه بخصوص در اطراف مکان های پر ازدحام چون بازارها و مرکزهای سودا و مسجدها به نظر می رسد. میلیسیای دوشنبه تقریبا هر روز بر پایه ویدیوها و عکس‌های فرستاده شهروندان درباره مجازات چندین راننده برای توقف نادرست یا بند کردن راه و ایستگاه‌ها خبر می دهد، ولی وضعیت طور دیده می شود هیچ نه که اصلاح شود. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که صبح بر وقت 7 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 0:35 دقیقه راننده اتومبیل تمغه مرسدس بنز رقم قید دولتیش 3777 ZA01 نظیرов خالق جان سال تولدش 1996 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه قاسموف هنگام حرکت توسط کوچه رودکی در روبروی بنای سابق مرکز تحقیقات استراتژیکی بنابر بلند نمودن سرعت حرکت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به پنجره های کنار راه برخورده است. در نتیجه 2 متر مربع سنگ های آرایشی و 20 متر پنجره های کنار راه پوره کورنوش هم گردیدند. همزمان در نتیجه صدمه مذکور یک جوان 30 ساله ساکن شهر دوشنبه جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شده است. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ایسار با عریضه زن 62 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که ماه اپریل سال 2020 زن 49 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او 70,000 سومانی گرفته تا حال برنگردانیده است. وابسته به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شومنصور با عریضه مرد 65 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که شب 6 به 7 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 01:10 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی از نزد بنای استقامتیش اشیاءهای روزگار و 3 عدد مصوره را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 3200 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 14 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جیهون با عریضه مرد 53 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که ماه سپتامبر سال 2020 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 1 عدد تجهیزات کفشیرگری، 1 عدد پریفراتور،
یک عدد بلگارک و یک عدد اکامولاتور автомашина را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 4080 سومانی را تشکیل می‌دهد. ضمن گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوانان 25 26 و نوبالغ 17 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.